سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 19 نوامبر. فرماندهان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان با کوچانیدن گارنیزون این پایگاه از شهر کولوب به دیگر منطقه شروع کردند. با گفته فرماندهان تمام تانک و زره‌پوش‌ها و دیگر اسلحه وزنین از قرارگاه را به قرارگاه نوی سربازان به پایگاه لاهور انتقال می‌دهند. لاهور در ناحیه رودکی و در 20 کیلومتری جنوب و غربی شهر دوشنبه جایگیر است. گارنیزون پایگاه 201 روسیه در مرکز کولوب در حدود 40 هکتار جایگیر بود و در آن بیشتر از 1000 سرباز و افسر خدمت می‌کردند. با گفته مقامات رسمی انتقال دادن پایگاه از کولوب به لاهور بر اساس موافقت تاجیکستان و روسیه صورت می‌گیرد و روز 15 اکتبر شروع شد. در عموم در پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان بیشتر از 6000 سرباز خدمت می‌کنند. در شهر دوشنبه روز 19 نوامبر کنفرانس منطقوی دو روزه با نام رقمی کردن مطبوعات وسیله برای آزادی سخن در آسیای مرکزی شروع شد که در آن نمایندگان 5 کشور منطقه شرکت دارند. در همایش که با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت می‌گیرد، 70 خبرنگار، نمایندگان حکومت و سازمان‌های غیر حکومتی شرکت دارند. کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان همیشه برای محدود کردن آزادی سخن و تعقیب و فشار به خبرنگاران تنقید می‌شنوند، اما مقامات در نشست گفتند در تاجیکستان شرایط برای فعالیت آزادی خبرنگاران مهیا شده است. حکومت تاجیکستان طبق قانون اساسی و عهده‌داری‌های بین‌المللی‌اش تلاش‌ها برای مهیا کردن شرایط مساعد برای آزادی سخن و مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، امنیت و زمینه‌های حقوقی برای پیشرفت فعالیت خبرنگاری را ادامه می‌دهد. مقامات سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نشست از کشورهای منطقه خواستند امکان بدهند که خبرنگاران آزادانه فعالیت کنند و آزادی بیان تامین شود. در شمال تاجیکستان همین هفته بی‌ضرر کردن بزرگترین پرتابگاه مواد زهرآگین رادیواکتیو در آسیای مرکزی شروع شد که میراث زمان شوروی و نتیجه استخراج اورانیوم در تاجیکستان است. در این میدان 80 هکتاری بیشتر از 36 میلیون تن معدن کارکرد شده اوران خوابیده است و برای زیر خاک کردن آن 10 ماشین بارکش و دیگر تکنیک‌های وزنین سفربر کردند. مقامات میگویند از بس که پرتابگاه سالهای دراز به طور مناسب نگهداری نمیشد، خطر آلوده شدن محیط اطراف از آن زیادتر شده است. و در صورت شمال‌های سخت شدن، چنگ‌های مصالح رادیواکتیو داشته به اطراف پهن گشتنشان از احتمال دور نیست. در ولایت سوخته تاجیکستان که در عهد شوروی در اینجا اوران استخراج می‌کردند، 10 پرتابگاه اتمی میراث مانده است و دهمای بزرگترین آنهاست. در شهر دوشنبه در یک نشست با حضور کارشناسان و مقامات رسمی تاجیکستان نزاع‌های ایدئولوژی و سیاسی در جهان اسلام بررسی شد. در این کنفرانس از جمله درباره خطر گروه افراطگرای دولت اسلامی صحبت کردند که صدها نفر از جوانان تاجیک به صف آن پیوستند و در سوریه و عراق می‌جنگند. عبدالجبار رحمانزاده دستیار رئیس جمهوری تاجیکستان در این نشست پیوستن جوانان به صف گروه‌های تندرو را یک ظهورات ننگین در تاجیکستان نامید. موضوع دیگری بحث ایدئولوژی جریان سلفیه بود که در تاجیکستان این حرکت ممنوع شده است. همایش درباره دین و ملت روز 19 نوامبر در مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان صورت گرفت. پارلمان تاجیکستان قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دیگر منصبداران حق ندارند در خارج خانه بخرند یا حساب بانکی باز کنند. قانون درباره خدمت دولتی را روز 18 نوامبر مجلس نمایندگان به بحث و مخالفت زیاد وکیلان قبول کرد. مؤلفان طرح قانون نو گفتند هدف از تغییر قانون این است که مبلغ‌ها از تاجیکستان به خارج نروند. تا کنون هیچ مقام رسمی تاجیکستان وجود حساب بانکی یا داشتن مالکیت در خارج را آشکار نکرده است. هرچند گفته می شود که بعضی از آنها در خارج خانه‌های باحشمت دارند. و برای دریافت جزئیات این خبر سر بزنید به وبسایت رادیو آزادی، به صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.